خورش قرمه سبزی و راز و رمز جا افتادن یه خورش قرمه سبزی خیلی عالی و خوب و مجلس. تو شهرهای مختلف معمولاً از لوبیاهای مختلف استفاده میکنن، یا گوشت رو به صورت چرخ کرده و قلقلی یا گوشت تکه‌ای استفاده میکنن. سبزی هم همینطور، اما پای اصلی قرمه سبزی تره، جعفری و شنبلیل است که تو تمام شهرها استفاده میکنن. تره و جعفری رو از نظر وزنی به یک اندازه و شنبلیله رو نصف هر کدوم اونها استفاده میکنیم. اما سبزی دیگه مثل شوید، اسفناج یا گشنیز هم میتونین اضافه کنیم. سبزی باید کاملا خورد بشه و همینطور کاملا سرخ بشه، قرمه بشه، یعنی اینکه کاملا سرخ بشه. برای اینی که اسمشو گذاشتم قرمه سبزی. حالا ممکنه بعضی از شماها سبزی رو خام بریزین، اما اگر خواستین یه خورش جا افتاده و خوب مجلسی داشته باشین که خوب به روغن بیفته، حتما باید سبزیتون کاملا سرخ بشه. من برای 3 نفر از یه پیاز بزرگ استفاده میکنم، خوردش میکنم و 3 حبه سیر، اونم خوردش میکنم کاملا. بعد توی قابلمه‌ای که میخوام خورش رو بار بذارم، کمی روغن ریخته و پیاز رو توی اون تفت میدم. کاملا نباید پیاز قرمه سبزی سرخ بشه. یکی از رمزهای جا افتادن و لعاب دادن خورش قرمه سبزی اینه که پیازش کاملا نباید تفت بخوره. زمانی که به این شکل کمی نرم شد، سیر رو بهش اضافه میکنم. سیر تو تمام غذاها و خورش‌های ایرانی جای به خصوصی داره. و بعد گوشت رو اضافه میکنم. همینطور که گفتم گوشت رو مدل‌های مختلف استفاده میکنن، اما در مشهد گوشت به صورت تکه‌ای بزرگ استفاده میشه، مخصوصاً قلم بره و ماهیچه اون. قلم بره یا قلم گوسفند باید حتما گوشت زیادی بهش باشه. البته میتونین گوشت رو به صورت قیمه‌ای هم بکنین یا گوشت چرخ کرده رو به صورت قلقلی، اما من به این شکل میریزم، یا ما مشهدی ها به این شکل میریزیم. لوبیا هم تو شهرهای مختلف لوبیاهای مختلف استفاده میشه، اما ما لوبیا قرمز استفاده میکنیم. اکثر شهرها از لوبیا قرمز استفاده میکنن. مثلا اینکه لوبیا رو چند بار آبش رو عوض میکنیم تا نفخ اون گرفته بشه. از لوبیا چشم بلبلی، لوبیای چیتی هم دیدم که استفاده کردن، حتی لوبیای عروس. بعد به اون ادویه فقط فلفل سیاه و زردچوبه اضافه میکنم. تمام مواد خورش قرمه سبزی رو همون اول باید ریخت، غیر از نمک. حالا سبزی رو هم اضافه میکنم و بعد برای اضافه کردن آب از آب داغ یا آب جوشیده استفاده کنیم. چون تمام مواد گرم هستن، بهتر اینه که آب داغ استفاده بشه یا همون آب جوشیده. آب رو به اندازه بریزین که خورشتون کاملا بپزه و جا بیفته و آبی ازش باقی نمونه. اونقدر هم کم نریزین که نیاز به دوباره اضافه کردن آب باشه. بعد از اینکه تمام مواد رو ریختم، آخرین ماده‌ای که الان بهش اضافه میکنم غیر از نمک لیمو عمانیه که طریقه خشک کردن لیمو عمانی خانگی رو چند سال پیش روی کانال گذاشتم و لینک اونو براتون این بالا میذارم. خب 3 تا هم لیمو اضافه کردم، طوری که میبینین اونا رو با چنگار سوراخ میکنم تا طعمشون کاملا خارج بشه.
بعد در قابلمه رو میذارم و روی حرارت زیاد. زمانی که جوش اومد حرارت رو کم میکنم تا به دل بپزه، گوشت و لوبیا کاملا بپزه، آب گرفته بشه و خورشمون جا بیفته. زمانی که گوشت و لوبیا تقریبا پخت، نمک رو اضافه میکنم. بعد میذارم دوباره بجوشه و بپزه تا کامل جا بیفته و یه خورش قرمه سبزی جا افتاده خوب مثل این داشته باشیم. خورش قرمه سبزی خوب باید حتما به روغن بیفته. دوستان عزیز، جای همه خالی و خدا نگهدارتون.